درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجانقول. گفتار 35. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پرافتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت‌آموز و پرافتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی. صدرالدین عینی عنعنه قدیم نثر کهنه شرق و صنعت گوینده‌های متخصص خلق را با اصول ایجادی خود یکجای کرده، اسلوب مخصوص نویسنده رئالیست، زندگی نگار و تاریخ شناس را به وجود آورده است که تنها به خود او خاص می باشد. سرگئی برادین. مختار اویزف و صدرالدین عینی صفتاً به هم عمومیت دارند، اما در حل موضوع و به عمل آوردن بزرگی ایجادی در بین آنها تفاوت مخصوص هست. عینی عادی، ظاهراً آرام و با تمکین است، ولی در سیمای قهرمانانی که این پیر خردمند شرق ما در دوران تیره تاریخی تصویر می کند، خوانندگان غضب و اضطراب بی اندازه را می بینند. چنگیز ایتماتوف. سعید زوفرخان جوهری است روشنی او را تیپگی. سعید زوفرخان جوهری است روشنی او را تیپگی. ابن سعید محمود خان نظمی. تولد جوهری 1289. از دست خطی جوهری. غزل. صبح چاکیست ز جیب دل سودایی ما، شام گرد ز تنی باده پیمایی ما. خواب آرامی برون تاز شد از دیده دل، پشت پا زد چو محبت به تن آسایی ما. بر تنی عفت ما سوخت کتانی ناموس، نامه عشق تو زد شعله بر رسوایی ما. از خمولی شده آوازه ما عالمگیر، نیستی خافی نشان گشت به عنقایی ما. یوسفستان غم و
دردی تو شد کازه تن، انجمن کرد گل از گوشه تنهایی ما. حال حیرت زدگانی تو چی حیرت آراست، خانه آیینه شد چشمی تماشایی ما. داغی تو مرهمی آرامی دلی سوختگان، شبی اندوهی تو روزی طرب آرایی ما. روی بر خاکی درت می گذرد مهری فلک، حسرت آلودی سجودی زی جبین سایی ما. نفس از صبح برآورد به عجزی طاقت، چرخ چون خواست شب از شوق تو همپایی ما. جلوه آیینه بهار آمد و لیکن چی توان، دیده نگشود یک آغوش به بینایی ما. عشق آنجا که ز ما وضع جنون خواهد باد، بی خودی برق فسونی ادب انشایی ما. خامه انگشتی ندامت شد و اندیشه گزید، گشت تا مشق سخن سرخطی رعنایی ما. نظری صرف تأمل نشد از ما که چی بود، علتی غایی در این نشأه به پیدایی ما. جوهری ارزی هنر آن سوی تحقیق فناست، مایه جهل بود حاصل دانایی ما. رنگ شکن از چهره به سودایش و زرگیر، اشک بفشان در غمش از چشم و گوهرگیر. آهی که کشی طره شامی طرب انگار، گردی که کند گل ز نفس فیض سحرگیر. در سینه دلی داغ کن و لاله ستان گوی، در ساغر غم باده ز خوناب جگر گیر. آن زلف که بر هم زنی جمعیتی ما شد، دامیست که مرغش همگی اهل نظر گیر. خالش که بود نقطه دیوان تحیر، زان دایره عقل و خرد زیر و زبر گیر. شد فتنه عالم رخش از حلقه گیسو، آشوب دل خلق از آن دور قمر گیر. تا چند بود عقل عقال تو در این راه، گو برق جنون صفحه دانش بشر گیر. عقال ریسمانی است که با او پای شتران و سایر ستوران می بندند. تا چند بود عقل عقال تو در این راه، گو برق جنون صفحه دانش بشر گیر.
خورشید صفت گرم طلب باش تو از شوق، یعنی قدم از سر کن و دامن به کمر گیر. ای غره هستی به فراغت چی نشینی؟ فرصت گذران است سر و برگی سفر گیر. افسانه این بزم فسون چند کنی گوش، پیمانه صحبت شکن و قطع ثمر گیر. لبریز شود از تو جهان چون تو نباشی، هم خانه عنقا شو و عالم ته پر گیر. بی صفوت دل مظهر اسما نتوان شد، بر فطرت اصلی زن و میراث پدر گیر. گر ظلمت و گر نور تو حیران اثر باش، از شک و یقین بگذر و آینه به بر گیر. دل منفعل از خوبی و زشتی کسان چند، این آینه فارغ ز غم عیب و هنر گیر. هر نقش که بینی تو از آن جلوه نشان جوی، هر پرده که یابی تو از آن ساز اثر گیر. رخشی که چکد از قلم جوهری ما، شهواره گوش خود از آن لؤلؤی تر گیر. از شعرهای جوهری سرسری گذشتن درست نیست. مما الیه شعر را به غایت استادانه می نگارد. ذاتاً جوهری به طرز قدیم از استادان ادبی این دوره است. جوهری مقلدی بیدل است، اما در تقلید آنقدر ساختکاری و تکلف به کار نبرده است. بنابراین از این تقلید به فصاحت طبیعی زبان ضرری کلی روی نداده است. جوهری در نثر فارسی نیز مقتدر است، لیکن نثرش را به غایت دشوار فهم می نویسد. به خواهش فقیر برای ترجمه حال خود چیزی نوشته فرستاده بود که نسبت به سایر منصوراتش خیلی ساده است، به طریق نمونه نقل می شود. نمونه نثر جوهری از دستخط خودش. این ترازنده صحایف خطا
و نگارنده دیوان نقصان، جوهری عاجزی سرمایه هیچ مدان. من جمله احوال اسف آمار خود را چنین رقم زده‌ای کلکی بیان می نماید که در تاریخ 1289 هجری در بلده استرابشان در محله نمازگاه هنگام فصل ربیع به عرصه وجود قدم نهادم و به عالم ظهور و شهود آغوش نظر گشادم. چنانچه قطعه تاریخی که حضرت والد ماجدم انشاد فرموده اند ایمای این معنی می نماید. این قطعه در ذیل نمونه اشعار نظمی در باب نون نوشته خواهد شد. بعد ایام صبا چون از تختخانی مکتب حجاب و ورقگردانی دبستان سواد فراغت دستم داد، از سن 12 تا 25 سالگی شبها دود چراغ می خوردم و روزها در مدارس جزو کشی می نمودم تا از علوم عربیه آنچه لابد و اهم بود آموختم و از فنون ادبیه بهره‌ها اندوختم. چون از تحصیل دروس معلومه و ختم کتب معروفه پرداختم، به خدمت طلبه علوم چون جوزا کمر بسته روزگار بسر بردم و کوچه قیل و قال را پی سپردم. آنگاه در ابتدای دولت حریت یعنی انقلاب اکتبر و تشکیل حکومت شورایی مجبوراً تقلد قضا نمودم تا مدت 3 سال به این امر خطیر اشتغال پذیر بودم. بعد از آن قلاده این تصدی را از ذمه اهره بری ساخته اکنون چندگاه است که بساط هوا و هوس را در نوری دیدم و از کار و بار ایام دامن چیده در گوشه نیستی و خمولی خزیدم. اما از عهد شباب تا به امروز که سنه 1343 هجریه است، بنابر سلیقه اصلیه از آن جا که استعداد من فطری است و گفتار من نه تکلف و فکری، اما از عهد شباب تا به امروز که سنه 1343 هجریه است، بنابر سلیقه اصلیه از آنجا که استعداد من فطری است و گفتار من نه تکلفی و فکری، چنانچه در شعری که گفته دوری این معنی را سوفتم. قطعه سخن در گوهرم موجست وصفی لازمی ذاتی، که نظمی زاده ام معنی نژادم
فطرت ایجادم. به تقلید و تکلف کی توان شد همزبانی من، که شمعی محفلی تحقیقم و نور است این شادم. اگرچه سلاستی بیان و سلامتی طبع ارثی نیست، لیکن ابناً جدین از این وراثت هم حظری وافر دارم. شاعری می گوید ما همه در اصل شاعر زاده ایم، دل به این مهنت نه از خود داده ایم. به گفتن شعر بیشتر مایلم، چی فارسی و چی ترکی و چی تازی. در هر کدام از غزلیات و قصاید و مثنویات و تعمیه و رسایل و مکاتب، منظوماً و منثوراً دفترها و تصوید رساندم، لیکن به عذر کم بضاعتی حوصله هیچ یک از این نقود را به سکه طبع ننشاندم. اینجا به حکم آنکه مشتی بود نمونه خیرواری، دو سه غزل در قید تحریر می درآید. جوهری به ادبیات جدیده اشتغال نورزیده است. قصیده انشاد کرده در متن تاجیکستان با اسلوب قدیم که در قسم سوم در ذیل ادبیات جدیده درج خواهد شد. بابی ها. میرزا آریمجان حسرتی حصاری از شعرای اوایل عصر 13 هجری است. از تحفة الاحباب. بلندی یافت کوه از پای در دامن کشیدن ها، سری سیلاب بر سنگ آمد از بیجا دویدن ها. من از بی قدری خاری سری دیوار دانستم، که ناکس کس نمی گردد از این بالا دویدن ها. متاعی حسن او را بر سری بازاری مصر آرند، زلیخا می شود شرمنده از یوسف خریدن ها. من و معشوق اگر خواهی به یک مجلس تماشا کن، از او گلگون شکفتن ها و رنگ از من پریدن ها. مرا آخر به خاکی تیره یکسان کرد این حسرت، ز دنبالش دویدن ها به گردش نارسیدن ها.
шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 35-ро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.